من شهادت میدهم 30 سال از این پیش در شهر خوجند تبدلات دولتی صورت گرفت. من شهادت میدهم زیرا من خودم آشتی همان اجلاسی سرنوشت‌سوز را همراه امام علی رحمانوف و دیگر نخبگان تاجیکستان خوردم. من شهادت میدهم آن شب و روزها در سال 1992 اول طرفداران اپوزیسیا مخصوصا حزب نهضت اسلام تاجیکستان دوشنبه را تاخت و تاز کردند و بعداً نمایندگان فرانت خلقی. من شهادت میدهم در سال 1992 خطر تجزیه یا پراکنده شدن تاجیکستان 100% وجود داشت. من شهادت میدهم در سال 1992 شخصان تصادفی بادآورده مضافاتی به سیاست تاجیکستان پیوسته بودند و این میتوانست تاجیکستان را به نابودی برد. من شهادت میدهم طفل 1 ساله استقلال در گهواره دستک و پاچک میزد و کسی نبود که از دست این طفل گیرد. من شهادت میدهم بسیاری آنهایی که امروز از جنگ و صلح تاجیکستان میگویند یا دروغ میگویند یا ریاکاری میکنند یا هر مسئله را به سود خودشان به طرفداران همشهریان و همحزبان و همگروهان خود توضیح میدهند و تفسیر میکنند. در این برنامه این چنین شما شهادت سابق سروزیر تاجیکستان عبدالملیک عبدالله جانوف را که در آن سالها یکی از شخصیت‌های پرتأثیرترین بود میتوانید شنید. درود بر شما هموطنان عزیز، اینجا برلین و من دادا جان عطاالله. این شب و روزها اونچنان اهمیت داده باشید همه از 30 سالگی اجلاسیه 16 شورای عالی تاجیکستان میگویند. گروه آن را یک مجلس تقدیرساز و گروه مجلس تقدیرسوز مینامند. در این شب و روزها بیش از همه طرفهای منفعتدار کوشش میکنند که خود را موسیقی بیگناه و طرف دیگر را مار و اژدها به نمایش گذارند. چرا این سیسیا مجلس شورای عالی نه در پایتخت بلکه در مرکز ولایت در خوجند گذشت؟ آن شب و روزها در دوشنبه دو حاکمیتی کاملا جاری بود. از یک طرف حکومت مصالحه ملی، از طرف دیگر فرانت خلقی. وقتی که درباره حکومت مصالحه ملی گپ میزنیم باید در نظر داشته باشیم که این حکومت نهضتی بود، حکومت حزب نهضت اسلامی تاجیکستان بود، گرچند که در آن اعضای حزب خیلی کم بودند ولی همه کادرها با توصیه پیشنهاد رهبریت نهضت اسلامی تاجیکستان تعیین می شدند. و طرف دیگر فرانت خلقی. من یکی از شاهدان همین واقعه ها خودم را گناهکار حساب می کنم. من هم گناهکار هستم در جنگ شهروندی، در سر شدن جنگ شهروندی بارها بخشش پرسیدم و بخشش میپرسیدم. چرا؟ میتینگ آخرانی که در میدان شهیدان برگزار گردید یکی از اساسگزارانش من بودم و این میتینگ به خاطر دفاع از شهردار دوشنبه مقصود اکراموف و وزیر کارهای داخلی محمد ایاز نوجوانوف تشکیل شده بود و در روزهای نخستین اساساً طرفداران مقصود اکراموف و طرفداران گنرال نوجوانوف میدان را پر میکردند و بعداً این میتینگ تا به 100,000 رسید. بازگردیم به سر این موضوع. حکومت مصالحه ملی وقتی که به میدان آمد بدبختانه از کارهای ناخوبی سر کرد، مثلا دزدیدن ماشین ها، گرفتن خانه های مردم، فشار آوردن به نمایندگان خوجند، نمایندگان کولاب، نمایندگان شهرهای سمرقند، بخارا، فرغانه و غیره.
مخصوصا در قرغون تپه وقتی که نهضت گوی همچون خالی به قرغون تپه برگشت، در قرغون تپه واقعا یک چیز که یا پاکاری گذارنده شد که بسیاری مردمی که از منطقه های دیگر بودند قرغون تپه رو ترک کردند. هیچ از یادم نمی رود وقتی از عقبه انزاب می گذشتم قطار ماشینا با کوچ می رفتند و در بالای یک ماشین گواره آویزان بود، گواره تیفت که این ماشین به صدمه دوچار شد و این گواره که الواج می خورد از بالای عقبه انزاب سرازیر شد. هنوز این منظره دهشتناک در پیش چشمانم است. سبب های ناراضگی مردم از حکومت مصالحه ملی بسیار بودند. یکی از سبب ها در فرودگاه شهر دوشنبه بازداشت کردن و مجبوراً عریضه استعفا گرفتن از پرزیدنت قانونی کشور رحمان نبیخ بود. از انصاف باید نگذریم. من در شتاب دولت خدانظر بودم در انتخابات، ولی اعتراف میکنم که در همون انتخابات رحمان نبیخ رأی بیشتر به دست آورده بود و غلبه کرده بود. وقتی که طرفداران نهضت اسلامی تاجیکستان پرزیدنت قانونی را در فرودگاه به سرش تیر مانده عریضه استعفا گرفتند، البته این طرفداران رحمان نبیخ را، آنهایی که برای رحمان نبیخ رأی داده بودند، ناراضگی آنها را به وجود آورده بود. و چیز دیگر، همون شب و روزا تلویزیون تاجیکستان هم در دست چی بود؟ در دست حکومت مصالحه ملی. دوستای من در رهبریت این تلویزیون بودند، مثلا میربابا میرحیم بود. لیکن رهبری اساسی مولا عبدالغفار تنکه بود. تا مولا عبدالغفار تنکه که یکی از اساسگزاران نهضت اسلامی تاجیکستان است اجازت نمیداد، یگان برنامه نمیرفت. در پس پرده همه کارم مولا عبدالغفار میکرد. امروز نهضتی ها خودشان سفیر میکنن، میگن در حکومت مصالحه ملی هر گونه آدم ها از چیزها جناها بلای بتر بودند. این همه دروغ است. و بدبختی دیگر، در سال 1992 حزب دموکراتی تاجیکستان با رهبری شادمان یوسف، حرکت مردمی رستاخیز با رهبری طاهر عبدالجبار به طرفداران خودشان و به ملت خیانت کردند. آنها با آسانی جلوی حکومت، جلوی مبارزه، جلوی حرکت آزادخواهی را به نهضتی ها سپاریدند و این گناه نابخشودنی آنهاست. بعد به سر قدرت آمدن حکومت مصالحه ملی، مردم از ولایت قرغون تپه می آمدند در دوشنبه، خانه های مردم می گرفتند، حوله های مردم می گرفتند و دوشنبه قریب خالی شده بود. بدبختانه اینا دوشنبه تصرف کرده بودند و مردم هم بسیارشون به لینینوباد به خوجند فرار کردند. از جمله نخبگان خوجند، نخبگان شمال، نخبگان کولاب، اینا فرار کردند به خوجند و در خوجند مسئله به میان آمد که یا که ما از هیئت تاجیکستان بیرون نشویم یا که ما در هیئت تاجیکستان می ایستیم و یک منطقه آزاد سودا گویم می شود و همین دو وریانت پیش مردم بود. و حتی یک گروه دیپلمات‌هایی بودند که پیشنهاد میکردند که ولایت لینینوباد کاملا به ازبکستان پیوندد، به جمهوری همسایه ازبکستان پیوندد. چنین اندیشه ها هم بود. وقتی که من خودم شخصا خبری گذرانیدن مجلس شورای عالی را در خوجند شنیدم، نزد اصلی صاحب نظر رفتم. اصلی صاحب نظر را بغیر اون که جانشین سروزیر بود، این چنین عضو دیوان چراغ روز هم بود. من به صاحب نظر گفتم که اگر شما یعنی دیپوتات ها به خوجند روند، این در یک مشقپک، در یک دام میافتند که پیشکی آماده شده است و از این دام برون رفتن بسیار و بسیار مشکل است. باید که حتما سیاست در مرکز، در پایتخت شود. و صاحب نظر این پیشنهاد معقول شد. بعد از همونجا به همون تلفن حکومتی به دولت خدا نظر بزن زد. گفت که تو را به دولت همین گپای فهمون، اگر دولت هم راضی شد ما نمیریم. وقتی من به نزد دولت خدا نظر آمدم، او هم عضو دیوان چراغ روز بود. دولت بسیار عصبانی شد. نخواد گفت تو هم همین گپ گویی. ما دیگر راهی نداریم بغیر از رفتن به شهر خوجند و در همونجا گذرانیدن مجلس شورای عالی تاجیکستان. همین طور
حکومت مصالحه ملی، دیپوتات ها دیگر علاج نداشتند به جز رفتن به شهر خوجند و شاید اگر نمی رفتن شاید تاریخ تاجیکستان دیگر میشد. میخوام یک مثال بیارم که همان شب و روزها به فرانت خلقی هم ازبکستان هم روسیه یاردم میکردن و عراق و اسلحه اونا زیاد داشتن و در جنگ های چریکی یا در جنگ های آشکارا در میدان ها برتری به طرف فرانت خلقی بود و همان شب و روز باید که یک سمالیات از افغانستان به تاجیکستان عراق و اسلحه برای اپوزیسیون می آمد. این عراق و اسلحه را جمهوری اسلامی ایران آماده کرده بود برای آنکه ایزی ایران معین نشود به واسطه کابل. از کابل باید این سمالیات به دوشنبه پرواز میکرد. رضویت که روسیه از این آگاه شد و پیش پرواز این سمالیات را گرفت. خیرت که این سمالیات نرسید وگرنه خدا میداند که با چند نفر شهروندان تاجیکستان کشته میشدند، چند نفر دیگر باز قربان میشدند. وقتی که در خوجند اجلاسیه سر شد، یک روز به من میر شهر دوشنبه مقصود اکراموف تلفن کرد و گفت که کماندانهای اپوزیسیون، کماندیرهای اپوزیسیون به سیاست دعوت شدند. اگر خواهید شما با ما میتونید روید. برای من بسیار عجیب بود به خوجند رفتن، مخصوصا با در یک سمالیات با همراهی کماندانهای اپوزیسیون. خلاصه ما آمدیم به خوجند. این بسیار سرگذشت عجیب است. وقتی ما آمدیم به خوجند ما پیشواز گرفتن، بعد گفتن که یک صحبت با سنگک سفر می شود، بعد ما به مجلس به تالار مجلس می‌پراییم. من هم دیگه که نمیدونستم کجا روم، در این قصر ارباب جایی که 3 میلیارد بار یکم بودم، همراه همین قماندان ها رفتم به همون کابینت. ما وقتی که وارد شدیم 5 دقیقه 10 دقیقه از سنگک سفر رو درک نبود. کسی اعلان کرد که برادرای عزیز، مهمانای دوشنبه خوش آمدید به خوجند بوستانی، حاضر سنگک سفر رو میبیان، با کماندیر کمی صحبت میشود، بعد همه کسا میپرایم به تالار، برای اون که بین قماندان ها بحث در تالار نشود. وقتی که ما با قماندان ها می نشستیم فهمیدم که رهبرشان طاهر میرزایی بود. بسیاری اینای در میتینگ های شهیدان می دیدم. بعد گفتم که برادران، مبادا اگر حاضر سنگک سفر رو در آید با همه از جا نخیزید. گفتن نه، چرا ما از جا نمیخیزیم؟ 10 دقیقه 15 دقیقه گذشت، خلاصه سنگک سفر رو نیست و از دری اساسی تالار نیو، از دری که به منبر میبرد سنگک سفر رو در آمد. انیق در یادم هست در دستش یک بلاک سیگاری مالبورو. اون وقت کمترین آدم ها در تاجیکستان مالبورو میکشیدن که این دوستای من از اپوزیسیون همه راست خستن. سنگک نشست، بعد سر کرد لیکچر، گفت که شما میتینگ کردید، ما میتینگ کردیم، شما آدم کشتید، ما آدم کشتیم، شما از افغانستان عراق اسلحه آوردید، ما هم افغانستان عراق اسلحه آوردیم. خلاصه این لیکچر سنگک سفر رو تخمینا یک 10 دقیقه 10-15 دقیقه دوام کرد. ما هر زمان به طرف رهبری همون کماندیرای اپوزیسیون طاهر میرزایی مراجعه میکردم که به اشاره که شما هم یک نفر باید گپ زنید، اما کسی جسارت نکرد که در روبروی سنگک سفر رو یک حرف گوید. باور کنیم از زمین نمیکه فتگش داریم. بعد ما بردن تالار. وقتی که به تالار در آمدیم، برنده مجلس روی خطی همه خوند، روی خطی مجاهدای، روی خطی کماندیرای اپوزیسیون و در قطار در همون روی خط نام من و نام مقصود اکرام شهردار دوشنبه هم چون کماندیرهای اپوزیسیون خواندند و این روی خط در تاریخ تاجیکستان برای جاویدان باور دارم که مانده است. در همین سیاست 2 حادثه عجیب هم شد. یکی غیب زدنی سفرعلی کنجایو و دیگری غیب زدنی عبدالملک عبدالله. از روی نقل شاهدان سفرعلی کنجایو ضد آن بود که امام علی رحمانوف رهبری پارلمان و رهبری کشور شود، برای آنکه فرانت خلقی ایجاد کرده دست پرور
فرزندی سفر کنجایف بود. همین کنجایف بود که یا را قصد همه یافت. همین کنجایف بود که دلی رسی ازبکستان و کشورهای دیگر یافته بود و همه میدانند که جنگ انقلاب بسیار سرمایه بزرگ میخواهد، مبلغ گذاری بزرگ میخواهد و این هم آسان نبود و همین سفرهای کنجایف تشکیل کرده بود. برای همین میخواست که خودش یا آدمی که خودش میخواهد رهبر کشور شود. حالا که آن زمان امام علی رحمان همگی دیرکتر سوخاز بود. سفرعلی کنجایف یکی از چهره‌های شناخته بود در تاجیکستان. حتی در حرکت ملی آزادیخواهی او را احترام میکردند و بعداً رئیس شورای عالی تاجیکستان هم بود. خلاصه معلوم شد که کنجایف مقامات ازبکستان دزدیدند و برای سیر به تاشکند بردند که برای رهبر کشور تعیین شدن امام علی رحمانو خلال نرساند. و چند روز عبدالملک عبدالله جانوف هم در همین از تالار سیاست غیب زد. ما امروز امکان داریم که در کجا بودن سابق رئیس شورای وزیران تاجیکستان عبدالملک عبدالله جانوف را از زبان خودشان بشنویم. عموما شورای عالی سیاسی میشه خوجنده فقط من با خبر دادن که رفتن دکار میشه. رفتم یک درست خانه مادر با آمدم گفتم کیم پرسد من نیستم. اکبرشاه اونجا خیالم به چی همون مهمان خانه حکومت انده بود. ثانی یکی از رفیقانم اومده بود که خیلی یک کارهایی تاشکند برویم. خیلی من اول نخواستم صاحب که بیاریم. خیلی رفیق دوستی نزدیکم برفتیم تاشکند بایی آمدیم یک حولی دبدمه ناقش آمدیم خانه اخش آمده در آمدیم موکره در آمدیم که خانه حولی و درون خانه و تکلیف کردن در آمدیم یک میزی دسترخوانی کشاد ماندگی گفتن اینجا ما عبید میکنیم. هم وقتا ثانی اسماعیل جوربیکوف ویце پرزیدنت ازبکستان بود، یعنی یکم جانشینی دست راستی کریموف پرزیدنت ازبکستان بود. وی پیدا شد با همراهی زاکر الماتوف وزیر کارهای داخلی ازبکستان. اونdan خیلی سلام علیک کردیم. بیتان عبید میکنیم. آدم شدیم. خیلی بالای استال اون طرف من و جوربیکوف شدیم. این طرف همراه ما و حامیدوف هم رفت. حامیدوف این طرف الماتوف زاکر الماتوف و حامیدوف نشستن. خیلی صحبت سر شد. کمتر چای نوشته و قبضنام کنیم صحبت کنیم. جوربیکوف کپا سر کرد که مولا عبدالملک روسی کرده. Вот мы решили избрать нового председателя Верховного Совета Таджикистана. А зачем там? У нас, в общем-то, идет нормально. У нас там с Искандаровым в целом идет очень хорошо. Мы друг друга понимаем. И взаимно у нас полный этот, в общем-то, взаимопонимание. И им будет был хашру. Вот. А вот Рахмонов درآمد. من وای که این قدر نزدیکم نبودم. خیلی در آمد لباس های ویش که گذچه های لطکی نشکه یونی حامیدوف عبدالجه حامیدوف نشست بود. خیلی سالی جوربیکوف سر کرد که ما همین مصلحت کردیم آتا کردی یعنی رئیس کردی اسلام عبدالغنیش که کریموف کی همین وقت رحمانوف رئیس شورای عالی کنیم و عالی شود و برای همین سبب و سیاسی برای همین سبب جمع شدگی همین تو دستگیری کنی شما دستگیری کنی گفته. من خنده کردم. گفتم این آدم کجایو؟ گفتم رئیس شورای عالی کجایو؟ رهبر دولتی. گفتم
یگان تجربه هم ندارم. گفتم چلی خنده کردم، من باورم نکنم. من گفتم این فکر کنم که این شوخی کساست دادا جان. این آدم شوخ ساز. ما از بس که باید یکم جانشین پرزیدنت ازبکستان یعنی ویس پرزیدنت، گفتم این شوخ ساز تمام خنده کردم. دیگه گفتم آدم دنیه گفتم کار باید نکنم تا بایران نکنم، این لازم نه. همه وقت انده رحمانوف ارجاس خسته stol gidiyor, stol çazra peşim ama taraf dikere zonuş karıştı. Xudaşa patofte paçakoy mana kabide zonumu kabide iltimosa sarkar. Tavalloy zor ki Reis John mana dastgiri کنید شما گفته mana dastgiri کنید ما همراه کار میکنیم شما اون این بود و گمبر من گفتم تو مرد خیز اجا تو آدم تشریف کسادی خود آدم برای منصب شده خودشو پرداخت زونو کردی بیشتر اما من نیمم اصلا باید خالد انتخاب کند. نه من همین دیده من حیران شدم که خود آدم برای منصب شده تا این درجه خودشه اونی رو پس به میزنه. همین یاویدو گریفه چل هم بوده کشه افتاد این موقع ایجاد بشیم تو رئیسی ولایت کارت کرنگی ما مقصد ما یک در ریسپوبلیک بودم خلق ما متحید کرد ما لازم نیستی چی هیچی و این حاضر بودم سیده کار جنگ و جنجال براشتن اونجا اینه که صحبت 3-4 ساعت دوام شد من گفتم نه من راضی نه خب شدم من استعفا میدم من میبرم در سانده جوری که من گفت رفتیم گفت رئیس نزدیک پرزیدنت بریم کریم اوتانی آلدیگا برامز کن اوتانی آلدیگا برامز کن اوتا گفته کن پرزیدنت ما گفتم хорошо поехали آمدیم اون داچی حکومت به کریم فهمدن یک با یک صحبت شد یا کدی یک 35-45 دقیقه و کرم گفتم شما بگنه شدم این کاری نمیشدگی من گفتم اگر من شما معقول نباشم باید شما باید اون آدم پدبار کنتم که یا اسکندر معقول نباشد یک آدمی با عقل و کنتم که تفسیر کیتم که و ریسپوبلیک او دکره داند من گفتم من کار نمیکنم من میبرم من استفاده میدیم کسی گفته گفتم хорошо باید کرد که نیه این همراه این کنار باید کرم دکار من گفتم اسکندرов میداند نی هم میداند گفتم داند برای من گفتم میبیم از اسکندرов که گازر میکنیم خوشند به کشت آمدیم اسکندرov گوشانده بود نبود پاکش به سی شدن از نو چون که سی روز مونده من 3 روز برفته یه جایش که به جاب نشکیم باگ نخورده بودم از نو سی وای کردن دوام دادم به بخیرم 2 روز سیر کردم خیالم سانه رحمانوف پیشنهاد کردم در همون روزی که دعوی انتخاب رحمانوف انتخاب کردن خیلی من پیشنهاد کرد همچون رئیس شورای وزیران ما همراهش کردیم سانه و خودش گفت که من گفت عبدالملک بیایید گفت من نزد مادرتان میرم همراه میریم من میخواهم که شما من چهارم پسر شوم برای مادرتان گفته رحمانوف آمده پیش مادرم به من هم تو 2 زانی که خودش هم باران تر باشتم لای باشتم پرتافته هم باری همون و اسفاد به پرتافته 2 پاچکشان بوسه گرفت که مادر جان همین شروع کرده من چهارم پسر قبول کنید شما 3 پسر نه عبدالحفیظ عبدالغنی عبدالملک نه من چهارم من امام علی گفته این آدم برای منصب شده من فهمیدم که همه کار رو میکنه ساله یکان قسمش خودش وعده دادهش اجرا نمیکنه سال بعدی وقت چی کارهای گنده کرده با برادر من بوده حکمی کشتن داد دیگه کارهای گنده کرد و نامردی کرد
نه بلکه منبع. خیلی دیگه آدم ها من دادری من بیم که خاولی همون به آمده و چقدر باید به خدمت کردی بود یادم داده. خاولی هم به آمده با مادری من این گپای گفته این کارهای کرگیش کن خیلی تیکم به آدمی پست. یکی از طلب‌های اساسی فرانت خلقی مردمی که به ضد همین اپوزیسیون برخواستن، به ضد حکومت مصالحه ملی برخواستن، به جای خود بازگردانیدن پرزیدنت قانونی رحمان نبیه بود. من هم انتظار داشتم که اینقدر جنگ و جنجال که به نام رحمان نبیه بود شاید در خوجند او را به وظیفه خودش باز میگردانند، اما چنین نشد. بعدم فهمیدم که رحمان نبیه با اسلام کریم مناسبت خوب نداشته است و اسلام کریم همه کار کرد که پرزیدنت نبیه به جای خودش باز نگردد. در همان مجلس من سخنرانی رحمان نبیه را شنیدم. من بارها با نبیه صحبت ها داشتم، صحبت های بسیار درودراز، صحبت های محرمانه، اما در آن روز آنقدر او صمیمی، بدون یگان کاغذ، بدون یگان ورق، آنقدر صمیمی، آنقدر بسوز، آنقدر به درد گپ میزد که من این سخنرانی رحمان نبیه را آخرین فریاد خون آمیده بودم. امام علی رحمانوف رهبری کشور انتخاب شد. من برانم که سیاسی خوجند این یک تبدلات دولتی، تبدلات پارلمانی بود و هیچ نام دیگری ندارد. با وجود همین ما انتظار بودیم که بعد حکومت نو اینها همه آرام میگیرند و تاجیکستان به یک مرحله نو وارد می شود. اما سیاست تمام شد، از حکومت نو درکی نبود. بعدا معلوم شد که امام علی رحمانوف پیش از به دوشنبه آمدن به دیدار پدرخواندش اسلام کریموف به ترمیز می آید. شاهدان همین حادثه نقل کردند که وقتی که کریموف در یک بستانسرا می نشست و انتظار آمدن رحمانوف بود، رحمانوف را بعدی از با ورتویل آوردن به حمام میبرند و وقتی که از حمام میبرد برای وقت کاستوم و بروک نو، لباس های نو میپوشند، میگه خیلی لباس های نو پوشید، بعدی و حمام بعد میریم پیش نزد جناب کریموف. وقتی که رحمانوف این آدما میروند، رحمانوف از حمام میبراید و کاستوم های نو میپوشد، گاست و همه چیزا. بعد در زمان شوروی یک پای بود سیتکه میگفتند این از تور در همون چیزاش میگوید پیش کریموف. بعد کریم میگه این چی است؟ امام علی رحمانوف میگه که این محترم پرزیدنت چی است؟ همین لباسای من. بعد کریم میخندد میگه که تو پادشاه یک کشور شدی، پرتا این همه تو دیگر برای تو این سر و لباس و این چیزا دیگه مشکل ندارد. امام علی رحمانوف در همون واخوری در ترمیز وظیفه میگیرد که اکنون باید در تاجیکستان پاککاری کند و تمام نماینده های مخالفین باید که نیست نابود کرده شوند. و بدبختانه حکومت امام علی رحمانوف وقتی به دوشنبه آمد از پاککاری سر کرد. ما یاد داریم بمباران رامید، بمباران قراتیگین و خیا و منطقه های دیگری تاجیکستان. و امروز وقتی میگویند که امام علی رحمانوف صلح آورد، امام علی رحمانوف که من با آخرین گریزه برمیگردم، اینها همه افسانه هستند، اینها همه دروغ هستند. در قطار دروغ حکومتی ها ما باید از دروغ های نهضتی ها هم گوییم. نهضتی ها هم شریکی تمام جنایت های رحمانوف هستند و هم شریکی تمام بدبختی های مردم تاجیکستان هستند. امروز هم بعد 30 سال آنها به تحریف تاریخ مشغولند. امروز هم خود را سفید میکنند. بله، جنگ را نهضت اسلامی تاجیکستان آغاز بخشید و فرانت خلقی تاجیکستان حکومت امروزه به اوج اعلا رسانید و اون صلح هم که شد، باز هم نهضت اسلامی تاجیکستان آرزوهای مردم را، مرام و مراد مردم را به عوض زواد و فابریک و کارخانه فروخت و تنها بعد بازگشت نهضت اسلامی تاجیکستان از افغانستان رحمانوف خود را
در دوشنبه جناب عالی پیشوای ملت احساس میکرد. سال 1992 اگر خیانت‌های نهضت اسلامی تاجیکستان نمیشد، شاید ما در کشور دیگر زندگی میکردیم، در یک تاجیکستان شکوفا، در یک تاجیکستان پیشرفته، در یک تاجیکستان دموکراسی. بدبختانه چنین نشد. بعد 30 سال باز باقی مانده های نهضتی ها کوشش دارند که به حرکت ملی آزادی خواهی تاجیکستان جامعه نهضتی بپوشانند. من باور دارم که نه حکومت نه نهضت هیچ وقت سبق برای خود برداشتند. تلاش آنها، مبارزه آنها برای منصب و کرسی بود، هست و میماند. برای همین شعار حرکت مردمی وطندار نه نهضت نه حکومت، جانم فدای ملت. خدا به همراه و تا دیدار در دوشنبه.